السلام علیکم برادران عزیز مخلصان گرامی من اجازه دید از نام خودم شما را با این نوروز نوبهار تبریک گویم در لبان شما تبسم پیدا باشد مثل همین فصل بهار دائم همین زیبا باشید سرسبز باشید نوروزتان مبارک باشد من اکنون یک نقل بکنم من همراه یک جورم هم صحبت شدیم بعد اون برادر عزیزم گفت که نصرالدین جان من در کوهستان تولد شدم در بیستان تمام یک خر داشتیم با همین پدرم هر هفته می خرم میگیرید برای هیزم کوبا میبرامدیم که من بچه یاش دودیم همین پدرم میرفتم بالا هیزم جمع میکردیم با راههای کج بکنه تنگی چخیل این طرفش غور این کوه با میفرامدیم با هر هفته رفته هیزم میوردیم یک هفته همین هیزم مدت میرسید انا بعد یک روز وقتی هیزم جمع کردیم دخل بار بکنیم که پدرم گفت که بچه‌ام بیا همین هیزم 20 تا بار کنیم 2 هفته نبیم پایهام درمان شده که نمیتونم که کوب رو بدم که من عقلم نمیگیرید که باید چی معنی داره که بعد پدرم هیزم 20 بار کرد بعد گبریتای خانی خیلی شد خیلی هیزم که 2 هفته که گرفت 2 هفته شد گبری زمان بلند پام شد دیگه هیزم آنمیخه شد با خر و راههای باریک به این طرفش کود این طرف غور با خر میبید رید باری که میبید که اومدیم در یک گردش همین که هیزم روز شده این خر بسیار که بار کرد پام شد داخل با همه جای هیزم در این سنگ روز شده است که پدرم احتیاط کرد که در همون غور نرود همین یک راه که تنگ اون طرفش غوره کس غور خر میرد برای همین احتیاط میکرد من میگفت که اوستا که همین احتیاط میکرد خر نگلتد آها اگه اینجا بود همین سنگ بزنه داخل آها خر به هوی میخورد میرفت آها با میگردیم با این خیل میومدیم که در این گردش خر بود در یک سنگ کلانتری خیل با بسیارتر رو شده است با پدرم عذاب میکشید احتیاط میکرد اگه باید خر گذران در هیزم نه در غور نرود قریب 10 دقیقه با عرقاش بره گوید خر بگذار با میگذار میمونه که در یک گردش دیگه 12 روز شده جو تنگ بود احتیاط میکرد بود پدرم مونده بشید کی خیلی جو تنگ یکی غور در رفت خر رفت خر در درونی همون درزت در این غور بعد پدرم که نگاه کرد خراب بگو که رفتیم باشه خونه میریم خرا دست دادیم رفتیم خونه